سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من آریان الی هستم و که خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید جذاب دیدن دیگه به همراه من و اینکه خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. و تو این ویدیو قراره یه آموزش فرم خیلی خفن بهتون بدم. ولی قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، شما حتما که نه عشقتون کشید این ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو ساب کنید. اگه حال کردید با ویدیوی من ساب کنید و زنگوله بغلش هم رو آل قرار بدید که هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشید دیگه. آقا بریم سراغ ویدیو. let's go بزن بریم سراغ ویدیو. خب قراره تو این ویدیو من بهتون چی آموزش بدم؟ یکی از بهترین و کاربردی ترین فارما مخصوصا توی هاردکور رو قرار بهتون آموزش بدم به اسم رید فارم، که الان میریم سراغ آموزش دیگه. شما اول از همه باید یه دونه پلیجر اوتپوست پیدا کنید و پلیجر اوتپوست که پیدا کردید متریالاشو الان بهتون میگم. واسه دکمه استونیه، بوتون چی ها، هر چی دکمه استونیه دیگه. لیور میخواد، اسکافولدینگ میخواد، ردستون تورچ، ابزرور، پیستون، اسلب و امتی لوکیتور مپ که این شما من میندازم این شما رو مپ میتونه نشون بده که نیازمون میشه بعدن. و آب و لاوا و ساین و بلاک بیلدینگ با برگ و اینا دیگه. گلس هم میخواید و 2 تا هم ترایدنت. با آیتمای اینم ریختیم اونور که حواسمون رو پرت نکنن. میایید اول همینجوری که من دارم گلس میذارم و به همین صورت گلس میذارید، به این صورت. یه حالت، البته نمیدونم دقیقا چی، ولی یه حالت یه جایی درست کنید که اینجا بتونید جایی که پلیجر دقیقا اسپام میشه رو پیدا کنید. و وقتی که اینجا رو ساختید 30-40 بلاک اینا باید فاصله بگیرید دیگه. اینجا اوکی دیگه. اینجا وای میسیم تا پلیجر اسپان شد. خب بچه من تقریبا یه چند ثانیه که اونجا وایسادم، به چند ثانیه هم نکشید، یه ثانیه که اونجا وایسادم میدونه پلیجر پرچمدار یه دونه پلیجر اینجا اسپان شد که ما با این پلیجر کاری نداریم فعلا و فقط این شیشه ها رو میشکنید و میریم واسه ادامه آموزش. خب و اینم بگم که قرار نیست این پلیجر دیگه نگه داریم دیگه. زیرشو میکنید، بلاک میذارید، اینجا رو دقیقا باید یه حالت علامت گذاری بکنید که دقیقا جایی که پلیجر اسپام میشه رو گم نکنید. بعد این پلیجر رو میکشید بعد دید این شیشه ها رو میشکنید و حالا میرسیم حالا یه سخت ترین قسمت. یعنی این فرم واقعا فرم ایزیه، واقعا اصلا کاری نداره و تنها جایی که سخت ترین جایی که داره اینی که شما باید بیاید و از پایین این پلیجر اوتپوست رو خالی کنید. دقیقا وای افتادم. دقیقا از این بلاک باید شروع کنید به خالی کردن پلیجر اوتپوست تا جوری فقط اون بلاک علامت گذاری کردید با بلاک های دورشو نباید دست بزنید. بعدش میاید زیرش 2 بلاکی اینجوری میاید پایین. استیک پیستون میگم، ابزرور پیستون و ردستون تورچتون رو ور میدارید و به این صورت با فاصله 2 بلاکی اینجوری پیستوناتون رو میذارید. بعد ردستون تورچ ها رو فکر کنم بچه ها 30 اشتباه ساختیم و نباید اینطوری میشد. از اول اینو درستش میکنیم. بذار ببینم، یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. خب بعد ردستون تورچ ور میدارید، میزنید روی این، بعد میچرخید، میزنید روی این یکی، بعد میزنید روی این یکی و میزنید روی این یکی. فکر کنم الان درست. آره الان درست. به علاوه میگیرید روی این و میزنید. اینم همینجوری.
و یه بلاک زیرش اینجوری قشنگ پر میکنید. و من یه چیزی یادم رفت. اول که اینو ببینید، این 4 بلاک اصلیمون بود دیگه. یکیش انتخاب میکنید، بذارید من این یکی همین بری اینو میزنید و 2 تا بلاک میارید پایین. من یادم رفت بگم که چستم باید بیارید به همراه هاپر. آره دقیقا چست و هاپر هم میارید. این چست رو وصل میکنید اینجا، اینو میکنید، اینو وصل میکنید اینجا، اینم وصل میکنید اینجا. این هاپر هم به این صورت و اینو میکنید. و یه چیز دیگه هم باید بیارید، بازم یادم رفت بگم، باید ماین کارت وید هاپر بیارید. من به این صورت اینو میذارید اینجا، اینو میذارید روش و باید ریلو خراب کنید. بعدش اسلب هایی که داشتید رو میارید دور این ماین کارتتون میذارید که اشتباهی به طور اتفاقی حالا هول ندیدش و نیفته پایین و کارتون خراب نشه. بعد که این کارو کردید میایید بالا این MP لوکیتور مپ رو باز میکنید و جهت جنوب شرقی رو پیدا میکنید. این ور الان جنوب، درست میگم؟ این ور دقیقاً جنوب شرقی. بلاک که روش ماب اسپام میشه این بلاکه. اینا رو میکنید. بعدش باید یه دونه بلاک بیارید این دور اطراف و بالا. نمیدونم وایسید یه دقیقه. خب بچه باید 2 بلاک می آوردید بالا و من اشتباه گفتم. باید 2 بلاک بیارید بالا. 2 بلاک که آوردید بالا برگاتون رو ور می دارید و گلستون رو ور می دارید، برگاتون رو ور می دارید و میاد اینجا یه لایه برگ می زنید به این صورت. یه لایه برگ این چرا اینجوری شد؟ انتظار نداشتم اونجوری بشه. آره چون تو بایوم برفیم اون قسمتش اونجوری میشه. حالا میاد اینجا و اینو میکنید. البته اول اونجا یه دونه گلس بذارید، اونجا دقیقا اینو گلس بذارید و اینجا رو اینجوری بذارید. قبل اینکه بذارید یه دونه ترایدنت ول بدید اون پایین. یه دونه ترایدنت ول بدید اون پایین و بیاید اینجا. و یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، این برگم بذارید یه دونه لیور میزنید اینجا. البته وایسی دیدم دقیقا اینجا یا این ورم میتونید بزنید. دقیقا اینجا. از اینجا که میایید بالا اینجا میخورید به چیز اینجا دقیقا میایید 40 بلاک میرید بالا. الان این اولیه این اولی 2 3 4 5 6 و 40 بلاک ببخشید 40 بلاک که رفتید بالا، قبلش اینجا رو باید اینجوری یه پلتفرم کوچیک و کوچیکی درست کنید و یه دونه اینجا رو هم باید گلس بذارید. از این گلس باید بذارید اینجا و یه دونه هم لیور بچسبونید به این و یه دور بزنید اینجوری کار کنه. این ترایدنت اصلا نمیشکنه، اصلا خیالتون راحت. 40 بلاک که رفتید بالا، از همین بلاک که رفتید بالا روی اسکافولدینگاتون 2 بلاک از این ور، یه بلاک از این ور، یه محوطه درست میکنید 4 در 4 که فکر کنم الان یه اشتباه شد، نمیدونم درسته. این یه محوطه درست میکنید 4 در 4 و اینجا مثل پایین باید یه دونه ترایدنت کیلر درست کنید. دقیقاً مثل پایین باید یه دونه ترایدنت کیلر درست کنید شما همینطوری و این ابزرورم به همین صورت. حالا که میایید بالا یه بلاک روشو میپوشونید. اول که یه ترایدنت میندازید توش، یه ترایدنت میندازید داخلش اینجوری، یه ترایدنت که انداختید داخلش، بعد روشو میپوشونید
یه لول هم باید حالا بذاریم اونجا. اول یه دونه پلتفرم اینجا اینجوری درست میکنید. قبلش از همین بلاک، از دقیقا از همین بلاک که اینجاست 18 بلاک باید برید بالا. حالا من 18 بلاک رو میرم بالا. 15 16 17 18 بلاکی اومدید بالا، بقیه دور اطرافش هم میارید بالا دیگه. قطعا باید این کارو بکنید. خب 18 بلاک که اومدید بالا، میاد اینور 1 2 3 بلاک و میاید همینور اینور 1 2 3 بلاک و اینا رو به هم اینجوری وصل میکنید. دقیقا این هم و توشو داخلشو پر میکنید. بعد که پرش کردید میاد از هر طرف یه بلاک میزنید بذارم و بعدش 6 تا بلاک روی اینا، روی هر کدوم از اینا 6 تا بلاک میاد بالا. به این صورت 1 2 3 برم همینجوری میاد بالا. بچه یادم رفت سیستم جمع آوری اینجا هم درست کنم. بذارید من اینجا هم درست کنم. مثل پایین دقیقاً باید بیاید این 4 تا بلاک رو پیدا کنید، 2 بلاک بیاید پایین ازش، بعد بهش چست وصل کنید. بذارید من اینجا با برگ میاید جلو. اول با یه بلاکی که چیز باشه، یعنی روش ماب اسپان نشه، با برگ میاید جلو و اینجا رو اینجوری میذارید و 2 تا چست میذارید اینجا و همونجور که بود یه دونه هاپر هم کوش ماینکارت وید هاپر و ریلاتون هم برمیدارید و همینطور اسلب و چست هم برمیدارید. یه هاپر وصل میکنید به چست، زیر چست یه چست دیگه میذارید. البته اگه من اینجا باید یه 2 تا بلاک هم میام بالا. زیر چست اینجوری یه چست دیگه میذارید و یه دونه هم اینجا وصل میکنید. این بالایی رو میشکنید، زیر پاتون یه بلاک میذارید که بتونید بشینید. خب اینجا یه دونه ریلتون میذارید و اینو میشکنید و دورش هم اسلب میذارید و به همین راحتی اینجا هم سیستم جمع آوریش آماده شد. خب یه ترایدنت هم باید ول بدیم اون پایین مثل همیشه. یه ترایدنت هم ول میدم اون پایین و اینجا هم 6 تا بلاکش اوکی کردیم و حالا شما سایناتون رو برمیدارید لاوا و آب. اینجا یه بلاک میذارید حالا تا بعدش میایید دقیقاً باید اینجا رو 2 تا بلاک بیاید جلو، یه دونه هم اینجا بزنید و با فاصله 2 تا اینجا رو میزنید، اینجا رو هم میزنید و میاید اینور اینجا رو هم میزنید، اینجا رو هم میزنید و میاید این بینشو اینجوری. البته وایسید، برای حل کردن مشکل این فرمم شما باید اینجا رو اینجوری بزنید، اینورم اینجوری و الان 2 تا فاصله بزنید که مابا تو این جا گیر نکنن و فقط رویجرا اینجا بمونن. رویجر بود دیگه، آره. اینجا رو میزنید و اینجا رو اینجوری 2 بلاک میاید جلو و این کارو که انجام دادید یه لاوا ول میدید. ببینیم درست انجامش شدیم یا نه. بله درست. حالا که این کارو کردید یه دونه هم آب ول میدید اینجا. به همین سادگی. حالا شما میایید 7 بلاک از اینجا فاصله میگیرید، 1 2 3 4 5 6 7 و رو 8می 2 تا بلاک میذارید و یه دونه بد میاد. بد که آوردید بد رو میذارید اینجا و گلسا رو میارید برمیدارید، گلسا رو میارید اینجا هم اینجا دقیقاً اینجوری به همین صورت اینجا رو گلسکاری میکنید به همین صورت و به همین زیبایی و بالا سر این البته فکر کنم میتونید اینجوری هم بذارید. آره اینجوری بهتر. و
حالا که این کارو کردید میاید اینجا را گلس میذارید به همین ارتفاع و اول میارید اینجا رو یه دونه اینجوری زیاد میکنید. بعد به همین ارتفاع 2 بلاکی گلس ها رو میذارید اینجوری و اینجوری میذارید گلس ها رو و داخل اینجا یه دونه ویلیجر میارید و همینطور یه دونه شغل میارید میذارید اینجا براش اشغال کنه و میرید پایین و اینجا نه میاید اینجا یه دونه پلتفرم درست میکنید مثل جای قبلی، دقیقا مثل جای قبلی یه دونه پلتفرم درست میکنید اینجا رو به این صورت و این ورم به این صورت، اینجا رو هم همینطور. بخشی بچه من یه جای اشتباه کردم، شما باید دقیقا این صورت اینجا جای ویلیجر رو بذارید، دقیقا باید این صورت بذارید و اینجا رو برگ بذارید به این صورت. باید اینجا رو دقیقا به این صورت برگ بذارید و داخل هم یه دونه ویلیجر با یه دونه شغل میذارید. بذار من ویلیجر رو بذارم و یه دونه هم شغل اینجا بهش میدیم و بذارید من اونجا رو پر کنم. خب بلاکم میذارید اینجا و برگم میذارید اینجا و الان دیگه اوکیه. الان واقعا اینجا این لیور رو ور میدارید وصل میکنید به اینجا، این دوتا رو میکنید، این دوتا رو که کندید یه دونه پله میارید، یه دونه پله باید بیارید، یه دونه پله هر پله به این صورت میذاریدش و یه دونه هم گلس میذارید اینجا و میزنید یه ذره کار کنه. اینجوری کار میکنه. خب اینجوری ترایدنت هم جلو عقب میشه و ترایدنت هم جلو عقب میشه و الان داره کار میکنه. اینو میزنید کار کنه، میرید پایین اینجا، اینم میزنید کار کنه و بعد میرید بالا و ما وای میسید. خب الان من بدومن گرفتم و رید شروع شد. شما گیم مود بازی هم روی هارد بذارید من دیفالتی روی هاردم بذارید بیشتر اسپام میشن، بیشتر آیتم میدن و اگه یه شمشیر لوتینگ سم دستتون بگیرید بیشتر آیتم میدن و این واقعا خوبه. حالا من یه ذره FK میکنم اینجا ببینیم چقدر آیتم میتونه بهمون بده. بچه این بالا رو برگ بذارید، من اشتباه کردم برگ نذاشتم و این بالا اسپام میشه اگه برگ نذارید اینجا رو و اتفاقی بدی میفته و فارم به خوبی کار نمیکنه. خب بچه بریم ببینیم تو این چند دقیقه 10 دقیقه فکر کنم من اینجا FK کردم انقدر آیتم داده، یه 3 تا توتم داده، یه چند تا یه 2 استک امرالد داده. خیلی کم FK کردم، میگن نه تو ساعت آیتم های خیلی زیادتری میتونه به شما بده و این پانچس پایینش هم یه دقیقه ببینیم. پایینم که اینجور چیزا میده بهتون دیگه. فارم خیلی خوبیه، هم خیلی ساده است و خوبم کار میکنه، آیتم های زیادی هم میتونه تو ساعت بهتون بده و اینکه این بود آقا از آموزش این فارم و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت هم بذارید که دوست دارید پارت بعد سری آموزشیمون رو از چه فارمی بذارم یا چه چیزی یا چه بیلدی چه فارمی بذارم. تو کامنت ها بگید که حتما براتون بذارم آموزشش و فارمای خفن مگا فارم و اینجور چیزا. حتما تو کامنت ها بهم بگید و اینکه تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. بای بای.